در سال جاری منتخب گوشتنی ترزیازادی توجیکستان را یک قطار از مسابقه های بین المللی از آن جمله 19مین بازی های آسیای هانجو، چمپیونات جهان بلگراد 2023، مسابقه های لیتسنزیونی انتخابی به بازی های المپی پاریژ 2024 انتظار است. از آن جمله در بازی های 19 آسیا که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر برگزار می شود، جمهوری تاجیکستان را در نمودی گوشتنی ترزیازاد 7 ورزشگر از آن جمله وطن سلطان شکرشویeva، حکمتالله واحیدов، عبدالمجید کودیев، магомед یولویف، سلیمجان حلیمزاده، رحمانجان محمدبеков و فرهاد انقلов معرفی می نمایند. جهت اشتراک در این مسابقه سطحی بلند قروی رهبریت فدراسیای گوشتنی تاجیکستان در پایتخت کشور شهر دوشنبه مشق‌های دسته‌جمعانه بین المللی با اشتراک ورزشگران منتخبی گوشتنی ترزیازادی تاجیکستان و اندونزیا را تشکیل نمودند. مشق‌های دسته‌جمعانه گوشتنگیران تاجیک و اندونزی در یک روز 2 مرتبه تحت رهبری سرمربی یککچین تاجیکستان متخصص ایرانی عباس حاجی کنوری جریان دارند. ما از 3 روز قبل شروع بکنیم، یعنی از روز شنبه که ورود پیدا کردن دوستای تیم ملی کشتی اندونزی، ما از همون روز ورودشون عصری تمرین گذاشتیم. روز یک شنبه به کوهنوردی رفتیم و روز دوشنبه صبح و عصر تمرین کردیم. امروز هم صبح اومدیم برای تمرین و تکنیک های مورد نظر که اگه خدا بخواد عصری هم ما یک تمرین ویژه تو کشتی داشته باشیم و ببینیم بچهای ما و همچنین بچهای اندونزی تو چه شرایط آمادگی بدنی قرار دارن و من فکر میکنم این روال ادامه داشته باشه و تا زمانی که ما بتونیم پذیرای این تیم باشیم بتونیم از وجود این تیم استفاده کنیم. تیم تاجیکستان با نفرات کاملشون شرکت میکنه. امیدوارم که بچه‌هاشون در تمرینات ما حضور دارن. از روز اولی که من اومدم، یعنی از آخرای ماه می یعنی جون، من در خدمتشون بودم و تمرین کردن و امیدوارم با این آمادگی بدنی که پیدا کردن بتونن در مسابقات پیش رو ما شاهد مدال آوری بچه‌های تاجیکستان باشیم. منتخب گوشتنی ترزیازادی اندونزیا در مشق‌های دسته‌جمعانه در هیئت 4 ورزشگر و 2 مربی اشتراک می‌کنند. نیگا سلیمان عضو یککچین گوشتنی ترزیازادی این کشور که اشتراکچی چندین مسابقه‌های سطحی بین المللی به حساب می‌رود، از آن خوشحال است که در دوشنبه چنین مشق‌های دسته‌جمعی را برگزار نمودند که این به آنها امکان می‌دهد مهارت کسبی خود را صیقل دهند. سلام، انیگا سلیمان هستم. زیر وزنی تا 77 کیلوگرم برآمد میکنم. خیلی خوشحال هستم که فدراسیای گوشتنی ایران و رومی تاجیکستان چنین مشق‌های دسته‌جمعی را راه‌اندازی کرده است و بار اول است که در تاجیکستان هستم و در چنین مشق‌های دسته‌جمعی اشتراک میکنم و امیدوار هستم که با اشتراک کردن در چنین مشق‌های دسته‌جمعی اتفاق خوبی برام در فعالیت ورزشی هم بیفتد. رحمانجان محمدبekov ورزشگر شناخته تاجیک در وزن 97 کیلو هنرنمایی میکند. این ورزشگر با آن نظر است که محض چنین غمخواری ها باعث میگردند که ورزشگران برای مدال های مسابقه های سطحی بلند تمامی تلاش های خود را به خرج دهند. مشق‌های دسته‌جمعی خیلی خوب است که از پیش مسابقه های آزیاتسکی گیری می شود، چمپیونات جهان، لیتسنزیا برای المپیادا می شود. دسته‌جمعی برای هم خیلی خوب است که حریفا 20 با هم کار میکنیم. خیلی نزد است. فدراسیا خیلی خوب شد که مشق‌های دسته‌جمعی رو تشکیل کرد. خیلی خوب است که در مسابقه هایی که پس پیش است حریف 20 کار میکنی، خیلی چیز رو می‌آموزی، بهترین است. اگر همین خیلی دوام شود مدال‌های چمپیونات جهان، چمپیونات المپی را میاریم. قبل از بازی‌های آسیایی، ورزشگران تاجیک در چمپیونات جهان که از 16 تا 24 سپتامبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود اشتراک می کنند.